یه مقدار غذای خشک خانم حسینی زحمت کشیده، ذاکر حسینی آورده. این بیسکویت‌ها یه دونه مشمع پر خانم فتاحی و یه گونی هم سیب زمینیه. فعلا خانم فتاحی نیومده داخل، نمیدونم که سیب زمینی از طرف کدوم بزرگوار و عزیزه. اینم پناهگاه حرکت پاک، بچه های نمیدونم غذا خشکاشون رو اینا خوردن، بقیه هم منتظرن. امروز جمعه 31 فروردین، پایان فروردین. جمعه خود را اینگونه گذراندیم. تموم شد. آرامش سهر یک فروردین جمعه امروز اومدیم برای سم زدن نوبت کت و کنه و بچه‌هایی که جلباشون داره شروع میشه برن درمان میشن. فتاحی خانم حسینی اینم بچه های فصل